کیلیان امباپه ممکن به ریال گزارش نکند و این هم در حالی است که زیدان پرقوت‌ترین دسته فوتبالی میهن را بر دوش گرفتن است. دوستان عزیز، درود. برنامه ترانسفر در عمل است. منظور شما با جالبترین و سرآورده‌ترین گزارش‌های فوتبالی جهانی کهن. نخست از آن میگوییم که ارتشیان مسکو از آن صدا بلند نمودند که از سیستم فوتبال سیتی بازیگر پاراگوایی خریداری نمودند. اینجا نیم حمایتگر خصوص مدینا رسما بازیگر CSKA مسکو شد و در این باره خدمات مطبوعاتی دسته ارتشیان در توییترش خبر میدهد. پیشتر خبر داده میشد که مدینا به صف CSKA مسکو میپیوندد و در تیم نوش سالانه 177 میلیون یورو خواهد گرفت. همچنین علاوه کرده میشد که شرطنامه مدینا با CSKA 3.5 سال را در بر میگیرد. از آغاز تیم مسکوگی با نیم حمایتگر 24 ساله شرطنامه حجمش 650,000 یورو سالانه را وعده کرده بود، اما این طلبات به بازیگر پسند نآمده بود. فوتبالباز پاراگوایی با همین نیویورک سیتی را چون فوتبالباز آزاد سنه 1 ینوری سال 2022 ترک نموده است. CSKA باشد عین حال در تمرین‌های دست جمعی زمستانی در کامپو امور اسپانی بوده. نخستین بازی رسمی را بعد تنفس زمستانی دسته الکسی برزوسکی با سپارتاک در پرمیر لیگ روسیه آخر ماه فوریه می‌گذراند. همزمان با جالبیت خاصه و آمادگی بزرگ و جنجال‌های نابهنگام میتوان گفت که حمله‌ور 31 ساله ادانا دمیرسپور ترکی ماریو بالاتلی میتواند بازگشت به چمپیونات انگلیس نماید. خبر داده میشد که در امضاکنی شرطنامه با حمله‌ور ایتالیایی باشگاه فوتبال نیوکاسل اشتیاقمند است. دیروز دسته عربی اید به بالاتلی پیشنهاد نمود. ما دست کشیدیم، ما گفتیم که او را فروختنی نیستیم. اقتباس آورده است از سخنان پرزیدنت باشگاه ترکی مراد سانچاک سپورت بیبل با تکیه به نشریه فناتیک. شرطنامه فعلی بالاتلی با تیم ترکی باشد تا آخر سال 2024 مهلت داشته. ایتالیایی شرف این دسته را از سال 2021 این جانب حمایت میکند. در موسم جاری بالاتلی در 20 بازی ادانا دمیرسپور در کل مسابقه ها به میدان آمده. 8 گل و 4 پرتافت گل‌آور در نامش دارد. یادآور میشویم که پیشتر بالاتلی در پرمیر لیگ انگلیس در صف تیم‌های چون لیورپول و منچستر سیتی برآمد کرده بود. عین حال باشد نیوکاسل در زینه 19 جدول چمپیونات انگلیس قرار گرفته تنها 12 خال دارد. از زینه 17 نجات بخش باشد دسته را 2 خال جدا میکند. بازگشت احتمالی بالاتلی جنجالی به انگلیس اگر تا حال در سطح آوازه ها باشد، بازیگر دیگری رخشان آن دوران استیون جرارد در بازار فعال است. این نوبت باشگاه فوتبال روما دروازه‌بان شوئدی خود اولسن را به اجاره به استون ویلا روانه نمود و طبق قرارداد جانب‌ها در دسته جرارد اولسن تا آخر موسم خواهد ماند. استون ویلا هم با همین از گزارش دروازه‌بان روما رابین اولسن اعلان نمود. دروازه‌بان 32 ساله به صف ویلان‌ها طریق اجاره تا آخر موسم گزارش انجام داده. قسمت نخست موسم جاری را باشد شوئدی در اجاره در شفیلد یونایتد گذرانیده بود. همزمان اورتون در خصوص تعیین کنی دانکن فرگوسون به حیث اجرا کننده وظیفه سرمربی اعلان نمود. او دسته را در بازی‌های نزدیک راهبری نموده. برایش یاوران لیتون بینز، جان ابرل و همچنین مربی دروازه‌بان‌ها آلن کلی کمک می‌کنند. فرگوسون در صف اورتون از سال 1994 تا سال 98 و از سال 2000 تا سال 2006 بازی نموده است. شتلندی الکی وظیفه اجرا کننده سرمربیگی اورتون را سال 2019 بعد از کار راندن مارکوس سیلوا بر دوش داشته بود. باشگاه لیورپولی باشد در خصوص از وظیفه رفتن رافائل بنیتس سنه 16 ینور اعلان نموده بود. در اورتون لیورپول اگر مربی نو سر کار آماده باشد، سابق بازیگر دستان خود لیورپول استیون جرارد باشد باز یک همدسته سابق خود را به شاگردی قبول کردن است. و طور دیگر گیریم حمله‌ور اتلتیکو لوئیس سوارز میتواند بازیگر استون ویلا شود. خبر میدهد ژورنالیست ژرار رامیو در صفحه توییتری خود. از روی معلومات ژورنالیست اوروگوایی 34 ساله پیشنهاد 3 باشگاه‌های برزیلی از زمره اتلتیکو مینیرو، کارینتیانز و پالمیراس و یک باشگاه از عربستان سعودی را رد کرده است، چرا که در گزارش به استون ویلا اشتیاقمند است. سوارز را سرمربی دسته انگلیسی استیون جرارد دعوت کرده است، با نفری که یک زمان یک جای در صف لیورپول
بازی نموده بود. خبر داده می شود که عملی شوی این گزارش در زمستان امری محال است، اما تابستانی می آمد با انجام یافتن مهلت شرطنامه سوارز با اتلتیکو گزارش را انجام دادن امکان پذیر می شود. در موسم جاری باشد در حساب سوارز 25 بازی در لالیگا و لیگ چمپیون ها بوده. اوروگوئی صاحب آمار 8 گل می باشد. حمایتگر ارسنال لندن سعد کلاشیناس باشد به مارسل گزارش نموده شرطنامه کاری مهلتش تا تابستان سال 23 نوشته کرد. پیشتر اطلاع داده میشد که بازیگر بوسنیایی از برای پیوستن به صف مارسل قرارداد کاری با ارسنال را قطع نموده بود. در موسم جاری پرمیر لیگ انگلیا نفر بوسنیایی تنها 2 مراتب به میدان برآمده است. سابق حمایتگر بوسنیایی ارسنال لندن مسند ورزشی خود را از تیم آلمانی کارلسروه آغاز نموده با برآمد در صف تیم‌های هافنهایم، شتوتگارت و شالکه 4 موسم اخیر شرف باشگاه لندنی را حمایت می‌کرد. خریداری نوبتی زمستانی هم در وطن فوتبال صورت گرفت و جانب گرگان چون انعنا دیگر باره از صداقت صمیمی خود نسبت بازیگران سرزمین رونالدو نشان دادند. باشگاه فوتبال وولورهمپتون شیکینیو الیویرا را از اشتریل خریداری نموده. این بازیگر 21 ساله با جانب گرگان شرطنامه تا سال 2026 امضا نمود. پیشتر باشد خبر داده میشد که جانب‌ها در خصوص گزارش شیکینیو بر عوض 3.5 میلیون یورو به توافق رسیده. 1.5 میلیون یوروی دیگر اشتریل میتواند چون ایلوواپولیا به دست دارد. در موسم جاری چمپیونات پرتغالیا شیکینیو 15 بازی گذرانیده 3 گل و 1 پاس گل‌آور به آمار گرفته است. همزمان نیم حمایتگر کراسنودار تونی ویلینا دسته را ترک نموده. این نیدرلندی 27 ساله طریق اجاره به صف دسته از بارسلونا پیوست. مهلت اجاره تا تابستان سال 22 به نظر گرفته شده. با انجام مهلت اجاره باشگاه اسپانیول می تواند این نیم حمایتگر را خریداری نماید. معرفی کنی فوتبال باز امروز صورت گرفته. در موسم جاری ویلینا 13 بازی در پرمیر لیگ روسیه گذراند و 2 گل زده است. پیشتر باشد خبرها رسیده بود که نیم حمایتگر با منتخب نیدرلندها به جام جهانی 2022 روان است و بر آن است که برآمد در لالیگا دقت استعداد مربیان تیم ملی را نسبتش جلب خواهد ساخت. پس از اعلان گزارش بازیگر پاراگوایی سیستم سیتی از آمریکا، سیسکای مسکو همچنین بازیگر از فرانسه را دعوت نمود و این هم حمایتگر ترکیه قهرمان فعلی فرانسه یوسف یزیجی می باشد. خدمات مطبوعاتی سیسکا بازیگر نوی خود را در پیشروی آغاز نیمه دوم موسم نهایت جنجال برانگیزانه در سامانه معرفی نمود. از برای ویدیویی که بعداً مسئولان سامانه باشگاهی بخشش هم پرسیدند. در لوحه نمایش داده شده که در شبکه‌های اجتماعی ارتشیان به صورت فوتبال باز لایک میگذارند و بعداً با زبان انگلیسی با یوسف گفتگو میکنند. البته خصلت ناپسند بانوان روسی درج یافته است. بازیگر ترکی به سوالها جواب نمیدهد. پس از آنکه سیسکا با او مینویسد یوسف این روسی است و ما اینجا نتایج‌های زیادی را داریم، پس آن فوراً پاسخ میآید پس از 5 دقیقه میآیم. لوحه مذکور را از کل صحیفه‌های اجتماعی باشگاهی قریب بعدی 15-20 دقیقه نشر تازه کردند، اما عکس‌های کوتاه از لحظه‌های جالب ویدیو در شبکه‌های اجتماعی تیز پخش شدن گرفت. پس از چنین رویداد البته که در جامعه روسی تنش‌های زیادی لفظی را به میان آورده، شخصیت‌های معروف به مثال شاعر ورزشی دیمیتری گوبرنیوف، ژورنالیست واسیلی کانوف، حلچونگار میخائیل گروشفسکی، وکیل پارلمان ویتالی میلانوف چنین عملکرد سیسکا را سخت تنقید نموده و وکیل دیگر پارلمان سویتلانا ژوروا باشد حتی دستگیری هم کرده است. نفر گناهکار اینجا البته سرمحرر سیسکا تیوی کاترینا کریلچیوا است که از برای کارش حضورخواهی هم کرده است. در ترکیه هم نسبت چنین عمل عجیب ارتشیان عکس‌العمل منفی نشان داده و با وجود پنج شدن این موضوع در کل رسانه‌های ترکی در این کشور نیز گفتند که از ما و از بانوان خود حضورخواهی کنید. در خصوص جهت‌های اقتصادی این گزارش باشد، اگنت بازیگر ترکی ادم چبچی گفته است که گزارش به مهلت اجاره نیم ساله بسته شده. خریداری شرطنامه برای سیسکا حتمی نیست. حجم مبلغی که 12 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. ارزش اجاره بازیگر باشد برای مسکوگیا 350,000 یورو نرخ‌گذاری شده است و با همین بازیگر لیل فرانسه یوسف یزیجی پیراهن ارتشیان را به بر کرد. تغییرات نوبتی فوتبال روسی گرد شهر قزان تاب می‌خورد. دروازه‌بان روبین به چمپیونات شاتلند رفت. این هم ترانسفر اروپایی گردید.
که هیچ کس انتظارش نداشت، چرا که دروازه‌بان احتیاطی روبین ایوان کاناوالوف امکان غیر چشم داشت ادامه مسند ورزشی را پیدا نمود و این هم لیوینگستون شتلندی است. شرطنامه کاری به 1.5 سال و امکان تمدید کنی به 1 سال دیگر بسته شده تا روبین ایوان الکی در سربیا و بلاروس هم بازی کرده است. سرگذشت نوی دروازه‌بان 27 ساله‌ای که در همین موسم یگان مراتب به میدان آمده و در موسم قبلی تنها 2 بازی داشت، 3 گل از اوفا و 5 گل از اسپارتاک سر داده بود، همکنون آغاز می شود. اما با وجود این جالب است فهمیدن که چی طور شتلندی ها این نفری به قول نونیم را پیدا کردند. سرمربی شتلندی ها دیوید مارتین دیل میگوید که آنها در بازار روسی علاقه های خوبی دارند و احتمالاً در این کار دست ویتالی کافانوف گرم شده است، با نفری که کاناوالوف در روبین همکاری داشته است. خلاص که این هم نتیجه دیگری فقط طریق شناسبازی جای دادن فوتبالکار نوبتی روسی در بازار درجه 5 و 6 اروپایی است. فرانسوی دستان عربی تبار که برای مردم فوتبال پرور ریسپوبلیکای پنجم چون توبی طلایی عزیز است، اخیراً طاقتش داغ شد و برای راهبری تیم نو راضیگی داد. زیدان از تابستان مربیگی PSG را به گردن میگیرد و این قرار نهایی هم پس از رد کردن دهها پیشنهاد مفید ابردست‌های اروپایی و به نتیجه انتظار شده از راهبری تیم ملی فرانسه برخاست. به قول مارکا در اتاق لباس بازیکنی تعیین شوی احتمالی زیدان را با شادی بزرگ استقبال گرفتند. از روی معلومات مارکا باشگاه فرانسوی الکی به متخصص 49 ساله پیشنهاد جای کار کرده است و پاریژی ها باور بر آن دارند که سرآغاز موسم سالهای 2022-23 زیدان دسته را بر دوش خواهد گرفت. هنوز چند ماه پیش خبر برآمده بود که راهبریت PSG خواستار دعوتگونی زیدان است، اما آن دوران باشگاه قرار کرد که همکاری را با موریسیو پوچتینو تا آخر موسم ادامه دهد. از اشتیاق منچستر یونایتد نسبت مربی ارژنتینی PSG را وادار ساخت تا در دعوتگونی زیدان فعالتر شوند. از این رو هم مربی و هم باشگاه با خلاصه آمدند که آغازکنی کار از موسم نوین بهتر خواهد بود. در قطر باشد برانند که تعیین کنی بر وقتی زیدان به وظیفه سرمربیگی دسته پاریژی اندیشه کیلیان امباپه را در خصوص امضاکنی شرطنامه نوین دیگر خواهد کرد. محض از برای این عامل باوری‌ها زیادند که فوتبالباز 23 ساله با تیم شرطنامه نو امضا می‌کند. زیدان باشد از ماه می سال 2021 رئال را ترک نموده تا حال در استراحت قرار دارد. باشگاه فوتبال PSG کوشش آخرین خود را در حفظ کنی امباپه نموده برای شرطنامه تا سال 24 پیشنهاد کرده است تا که بازیگر در جام جهانی قطر چون بازیگر پاریژی برآمد کند. اگر کلیان راضی شود رئال از او دست خواهد کشید. از روی معلومات ABC پاریژا با بازیگر 23 ساله شرطنامه تا سال 24 با امکان گزارش به تیم دیگری در سال 23 پیشنهاد کرده‌اند. پرزیدنت PSG ناصر الخلایفی می‌خواهد که امباپه در وقت جام جهانی 2022 در قطر بازیگر پاریژی ها باشد. اما از جانب دیگر کلیان به رئال وعده کرده است که چون فوتبالباز آزاد تابستان به مادرید می آید، اگر او در پاریژ بماند دیگر پیشنهادهای نو از جانب تیم مادریدی نخواهد گرفت. رئال این مورد آرام است، اما دیگر به یگان تأخیر اندازی راضی نمی شود و امباپه در این باره می داند. رئال مادرید باشد باور ندارد که کلیان اندیشه خود را عوض می کند، اما نسبت بازیگر نه تنها PSG بلکه عائله او هم فشار می آورد. رئال باید PSG را هشدار دهد که کی گفت و شنیدهای رسمی را با امباپه در خصوص شرطنامه پیشکی آغاز می کند. حمله‌آور از مادرید خواستار شده است که تا بازی‌های مرحله 1/8 نهایی لیگ چمپیون‌ها در این راستا عمل‌های فعالانه نشان ندهد. در همین موسم حمله‌آور 23 ساله 26 بازی در صف پاریژ در کل مسابقه‌ها گذرانیده 19 گل و 12 پرتافت نتیجه بخش در آمار دارد. بن عرفه 34 ساله باشد شرطنامه با لیل تا با آخر موسم نوشته کرد. سابق نیم حمایتگر مارسل، نیوکاسل و PSG ختم بن عرفه با همین بازیگر لیل گردید. بازیگر فرانسوی از تابستان سال قبلی بدون دسته مانده بود زمانی که شرطنامه کاریش با بردا به اتمام رسیده بود. در موسم جاری او 24 بازی در لیگ یکم گذرانده 2 گل هم زده است. دوستان عزیز، این بود فرجام برنامه ترانسفر در عمل. روزانه زمستانه ترانسفری ادامه دارد و گزارش‌های بهتری را از بازار انتظار باشید. خیر، تنسیت بمانید.